تفاوت شما با یک تکه سنگ چیست؟ سوالی ساده که جواب پیچیده‌ای داره. کنجکاوی ما باعث میشه پرونده‌ای جذاب و هیجان انگیز باز بشه که عنوانش اینه: به کی میگیم زنده و به کی میگیم غیر زنده. سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. توی این ویدیو که ویدیوی اول کانال محسوب میشه، اومدیم بحث جذاب فصل 1 زیست شناسی دهم رو استارت بزنیم. روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که ما رو گم نکنید و لایک هم فراموش نشه که این دو چیز تنها چیزایی هستن که به ما انگیزه میدن برای ساخت ویدیوهای بیشتر. خب برگردیم سر تدریس. برای اینکه جواب سوالمون رو بگیریم باید سراغ علمی بریم که با همین چیزا سر و کار داره. فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، نجوم، کامپیوتر و غیره علم‌هایی هستن که میتونیم به اونا دست پیدا کنیم و اونا رو یاد بگیریم. اما بین این همه علم خب معلومه که فقط علم زیست شناسی میتونه جواب ما رو بده. حالا اینکه زیست شناسی کلاً چی هست رو بعداً در موردش صحبت میکنیم، اما الان میخوام یکم از شیرینی علم زیست شناسی براتون بگم که خوشتون بیاد. گوگل مپ رو باز میکنیم، آمریکای شمالی رو سرچ میکنیم، یه همچین نقشه‌ای رو باید بهمون بده. یکم که روی عکس دقت کنیم، مکزیک رو میبینیم، آمریکا رو میبینیم و کانادا رو میبینیم. شاید باورت نشه، یه حشراتی داریم به اسم پروانه مونارک که هر سال هزاران کیلومتر از مکزیک تا جنوب کانادا رو میرن و برمیگردن. آقا یعنی پروانه مونارک هزاران کیلومتر رو از مکزیک تا کانادا میره و برمیگرده؟ آره. حالا بیا پایین تا نکاتشو بهت بگم. نکته اول، جمله گفته هر سال، نه هر چند سال. یعنی رفت و برگشتشون توی یه سال انجام میشه که نکته مهمیه، باید حواست باشه. یعنی دوره مهاجرت اینا چند ساله نیست بلکه 1 سال است. نکته دوم، به کلمات دقت کن. داره میگه مکزیک تا جنوب کانادا. تو تستا ممکنه اذیت کنن، مثلا جای این دوتا رو عوض میکنن، به جای مکزیک تا جنوب کانادا مینویسن کانادا تا جنوب مکزیک، یا ممکنه به جای جنوب کانادا بنویسن شمال کانادا. نکته سوم میخوام با یه سوال جلو ببرم. آیا واقعاً پروانه مونارک میتونه 1 سال عمر کنه که بتونه مکزیک تا کانادا رو بره و برگرده؟ خب این بند خداها که از مکزیک حرکت میکنن تا کانادا برسن که دووم نمیارن، وسطای راه میمیرن و نسل بعد مسیر مهاجرت رو ادامه میدن. اما یه نکته جالب تو دل همین قضیه میشه استخراج کرد. فکر کن یه پروانه تو راه متولد بشه و توی همون راه هم قبل اینکه برسه به مقصد بمیره. یعنی این پروانه نه مکزیکو دیده نه کانادا رو، فقط تو مسیر بوده. بحث جذاب پروانه مونارک از این به بعد جذابتر هم میشه. یعنی بحث جذابش اینجاست قطعا که پروانه مونارک بعد تولد مگه چی داره که میفهمه مقصدش کدوم وریه. اون که تو آسمون ولو میشه، یعنی نه شمال میدونه نه جنوب نه شرق نه غرب. مگه چه پلتفرمی روش نصبه که جهتیابی میکنه؟ اونا که نه نشان دارن نه بله دارن مثل ما، نه گوگل مپ دارن. زیست شناسا هم چندین سال درگیر همین سوال بودن. یعنی میگفتن این نسل جدید باید یه اطلاعاتی رو با استفاده از یه سنسوری از محیط بگیره که بفهمه جهت مقصدش کدوم طرفه. که این اطلاعات و اون سنسور مجهول ما بود. حالا اطلاعات چی شد؟ اطلاعات رو فهمیدن، یعنی با توجه به جایگاه خورشید میفهمی که مقصدش کدوم وره. یعنی با استفاده از اون سنسورهایی که دارن اطلاعات جایگاه خورشید رو میگیرن و با استفاده از اون اطلاعات جهت مقصد رو تشخیص میدن. حالا اون سنسورها چی بودن؟ اونا سلول عصبی بودن که بهشون میگن نورون، که البته الان این اسم براتون آشنا نیست، که با نورون و کلا دستگاه عصبی در زیست 11 آشنا خواهید شد. به نظرم الان یه چیزایی از زیست شناسی دستت اومده. یعنی یکم اون شیرینی زیست شناسی تو دهنت مزه کرده. الان دقیقاً موقع اینه که تعریف زیست شناسی رو بهت بگم و قشنگ بازش کنم، که از اونجایی که مفصله تو ویدیوی بعدی این کارو میکنم و در مورد زیست شناسی صحبت میکنم. دمتون گرم که خوب گوش دادید و تا پایان ویدیو اومدید. هر جای ویدیو رو سوال داشتید داخل کامنت ها بنویسید، حتما میخونم و پاسخ میدم. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید چون خیلی بهم انرژی میده، و به دوستانتون معرفی کنید که اونا هم بتونن زیست و کروم رو پیدا کنن. و در انتها انشالله که زیر سایه پدر و مادر سالم و سلامت باشید و تا ویدیوی بعدی حال دلتون خوب بمونه و خدا نگهدارتون باشه.